عالمان و متفکران، ادیبان و شاعران همیشه کوشش بر آن می‌نمایند که از خود نام نیکی به یادگار مانند و آنها با قلم بورا و با شعرهای والای خویش در دل ما موام می‌گیرند. بخش سایه‌دست باشد همیشه پیگیر همین موضوع است و بهترین شعرها را منظور شما می‌گرداند. عین حال در بخش سایه‌دست از شعرهای ایجاد کرده یک شاعر جوان واقف می‌گردیم. در بخش سایه‌دست به خاطر هفته جوانان در کشور این صبح کتاب ایجادکار جوان اعتبار یوسفی را معرفی خواهیم کرد. خورشید شب سومین مجموعه شعری این دخترک جوان است که با محبت و صمیمیت آن را به کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه آورده است. تو خورشید شبم هستی عزیزم، همه تاب و توام هستی عزیزم. یا جای دیگر تو خورشید شبی و به تو من تنهای و دلگیرم، بیا و زین عذاب و زحمت و ظلمات برگیرم، نه آیی به تو میمیرم. برای من الهامی که در نیمه شب مرا وادار میکرد چون خامه به دست خویش میگرفتم، این خورشید شب بود که زندگی مرا در شبانگه گرم و روشن می ساخت. بگذار هر یک خواننده ذکی از خورشید شب من برای خود خورشید شب سازد. شعر در زندگی من دوستی وفادار من است، یار غمگسار من است، همدم و همراز من است، نوای و همساز من است. البته در سایه استادان بزرگ من قدم می نهم و با آنها افتخار دارم و رسالت انسانی را هم در آنها آموختم که انسان باید وطندار و نکوکار باشد و همیشه امیدوارم که این دولت و این ملت نسبت جوانان همیشه غمخورند و ما جوانان که از پی آموزش هستیم نیاز به دستگیری ملت و دولت خود داریم. امیدوارم که ایشان ما را صمیمانه دستگیری میکنن، چون سرور دولتمون اعتماد بر جوانان دارند، جوانان آینده ملتند. ما کوشش به خرج میدیم تا سزاوار اعتماد ایشان باشیم. از این لحاظ هر لحظه زندگی ما را وادار می آید تا تکیه با تکیهگاه خود یعنی فرزندان ابرمرد این ملت داشته باشیم. اولین مجموعه شعری خود را اعتبار هنگام ختم کردن مکتب میانه نشر نموده است، یعنی آن زمان هنوز دانشجو نبوده است و شاعران امروز ما به شعرش بهای خوب دادند. اگر ایجادکار با سفارش کسی من تصور میکنم خامه به دست گیرد، من بسیار لحظه های شد برای این کوشش کردم اما هیچ ثمره به دست آوردن نتونستم، چون شعر به سراغ شاعر بیاید این بسیار چیزی آسان است و اصلا هم باید چنین باشد. اگر شعر وارد اتاق خواب من گردد وابسته نیست که من در سر گوهره فرزندم الله گویم یا در تربیه او آماده باشم. بگذار در وجود من شعر اگر پیدا شود با الله من به گوش فرزندم میرسد. میدونید لحظه زیباترین صبح هنگامی که ستاره ها یک یک ناپدید میشوند. اگر این را مشاهده کرده باشید بسیار بسیار زیباترین لحظه زندگی گویا به شمار می رود. هر یک ستاره گویا به دیگر خیر و خوش کردن و پدید می گردد و آسمان را یک سفیدی تیره فراگیر میشه آهسته آهسته. گاه شبانگاه تا این لحظه خواب از سر من می رود، چون این احساس نازنین وجود مرا فراگیر می شود و من از پی ایجاد می کوشم چگونه به سر آمدن شب را احساس نمی کنم. هر یک ایجادکار چون تصور کنم یک چیزی نغز اگر آفرید او برای خویش یک دستاورد بزرگ اختراع کرد.
اگر بسیار کم باشد اما مضمون نیک داشته باشد، ایجادکار قوی اراده تر می گردد و زندگی را با دلی گرمتر پیشواز می گیرد. از کتاب خورشید شب. زندگی عشق برافروختن است، چون که در هر نفس سوختن است. زندگی تیرگی دائم نیست، جامه عشق به جان دوختن است. زندگی گاه گذشتن از خود، چشم در راه یک دوختن است. توی فرشته امید من که بعد 100,000 سال دل ز غم شکسته را امید تازه میزنی. اگر تو را نمیدهند در این سرا برای من، ولی بره بهار من، عزیز انتظار من. تو هر کجا که به منی، فرشته دل منی. دل ز غم شکسته را امید تازه میزنی. زلف هم میشکند، شاخه هم میشکند، جام دل بحر وفا پای هم میشکند. پیکرم مثل بلور گرچه از چشم تو دور. به خدا پیش نیا که به علم میشکند، گر نگویم به هوس نام تو در همه کس. شعر در روی ورق میگیرد و قلم میشکند. گر شوم از تو جدا تا قی و زار و ادا، لیک تا روز ودا دل ز غم میشکند. غمگسار تو منم، اعتبار تو منم، تشنه جام وصال تو قد سرو مرا. گشت خم میشکند، دل ز غم میشکند، به علم میشکند. کتاب با سویدست مؤلف جوان به کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه اهدا گردید.